گردآورد، سر مهتر زیر گردآورد. اکنون دوستان عزیز، دو پهلوان نامدار جمهوری تاجیکستان، تیمور رحیموف پهلوان جوان امیدبخش تاجیک با سعیدجلال سعیدوف مبارزه میبرد. دوستان عزیز، این قسمت نیمه‌نهایی است. دوستان عزیز، تیمور رحیموف نوکک از قهرمانی گوشتینی جدا با نشان نقره آمد. سعیدجلال سعیدوف باشد در مسابقه های جمهوریوی از قبیل جامی نوروزی برنده مدال طلا است. اکنون میبینیم که این پهلوانان سنگین وزن که یکی در وزن تا 100 و دیگر جمع 100 کیلو در گوشتینی جدا هنرنمایی میکنند. این نوبت چگونه هنر خود را در نمود گوشتینی ملی نشان میدهند. خب سعیدجلال با هجوم میگذرد، کمربند تیمور را میدارد و تیمور در اینجا یک حالت ناگوار از این حالت ناگوار خود را رها کردنی است و علاقه در کرد که تیمور رحیموف که کار با سعیدجلال سعیدوف در حالت بی احتیاطی میتواند او را با باخت آورد. این حالت ناگوار برای سعیدجلال هم، اما سعیدجلال در حال خود را کنار گرفت. نوبت دیگر ببینید، نه در اینجا فقط یک افتیش بود. اکنون برای تیمور رحیموف نیست خود را بیدار کردنی است. سعیدجلال تیمور رحیموف، حالا سعیدجلال بار دیگر اصولی معروف دارد، اگر سر در آوردن زیر دست رقیب است. تیمور رحیموف فاصله را دورتر میگیرد، اما دست را رها نمی کند، بعدا رها میکند. بار دیگر اکنون مشتکی داور برای گیرید حرکت فعال بودن این جفت را طلبگار است و تیمور رحیموف است سمت راست و سعیدجلال باشد از کنج دیگر. مستقیم امینوف تربیه کرده است تیمور رحیموف را و فاروق صابیروف سعیدجلال سعیدوف را. بله، هر دو تیمور رحیموف در قهرمانی جهان گوشتینی جدا نیست، میان نوجوانان برنده مدال برنجی است. در زاگرب نشان برنجی نوجوانان گوشتینی جدای جهانی را به دست آورده بود. سعیدجلال سعیدوف عنوان قهرمان جهانی کورش دارد، همون کورشی که گوشتینی ملی ما است. میبراید سعیدجلال از منطقه اساسی. آگاهی برای سعیدجلال سعیدوف و خوب قبول میکند. از منطقه اساسی برآمدن معنای آگاهی را دارد. نوبت دیگر تیمور رحیموف. اکنون آستین سعیدجلال را خوب داشته است و سعیدجلال سرعت بلند میخواست که سمت دیگر گذرد، اما کار با سودی انجام نیافته است. مردم میگوید برخی سعیدجلال. هر دو گوشتینگیر دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی هستند. ببینید خب، اوه چست و شلوکی را سعیدجلال میخواهد از دست ندهد، اما مردم صدا بلند میکنند که باید سعیدجلال در مرکز گوشتین گیرد، در مرکز میدان رو در نظر دارد. بار دیگر اکنون حالت عجیب برای به دست آوردن امکانیت تیمور رحیم رقیب را میدارد و اما در اینجا برای سعیدجلال بسندگی نمیکند تا تیمور رحیموف را پهلو افتاند. هر دو خسته گردیدند، برخیزند، گوشتین گیرید. وقت نوروشن است. حالا نوبت دیگر تیمور دست و بازوی درازتر دارد نسبت به سعیدجلال سعیدوف، اما سرعتی که سعیدجلال گوشتین میگیرد سرعت بلند است. حالا سعیدجلال اکنون در زمین میشیند. این آواز کمی کاری سعیدجلال را نیست که استا میگرداند در نزد مخلصان.
اگر رفت و تکرارا این عمل را اجرا کند پس سعیدجلال آگاهی دوم تنبیه مبادل میگردد. اکنون حالا کار خوب است. باور کنید این دو پهلوانه که بیرون از جمهوری تاجیکستان پرچم برداری کشور هستند، اینجا باید دیدار رفیقانه باشد و مقیاس جهان نبرد به خاطر شان و شرف کشور باید باشد. شان و شرف همین تاجیکستان که ما به سر میبریم، همین استقلالیتی که با چنین پهلوانان اصیل زیبنده است. تیمور رحیموف جوان است، سعیدجلال هم گوشتنی خوب میگیرد. ما یکی را از دیگر بالا افضلیت نمیدانیم. چونکه دقیقه آخرین را اعلان کردند. حالا اکنون کار در دقیقه آخرین برای سعیدجلال و تیمور رحیموف چگونه جریان خواهد گرفت؟ سوال است که یک دقیقه پس معین خواهد کرد. سعیدجلال دوری جست است. تیمور رحیموف را از مرکز از منطقه اساسی نه بلکه سعیدجلال خود میبراید از منطقه. اما تیمور را کشاله کنان باز پس میآورد با مرکز میدان. این وزن سعیدجلال داور و هم مخلصان را هم به ضابطه کرده است. و فکرم خسته هم شده است سعیدجلال. اما تیمور رحیموف حالا نفس سبک میبرارد، یعنی او خسته نیست. با فکرم گوشتین گیرید، داور مرکز اشاره میکند طریق دست حرکت جفت رو تقاضا دارد. همین اصول خوفناک سعیدجلال سعیدов همین است. اما تیمور او رو درک کرده است، میداند که این حالت میتواند که خطر آورد برای او. استید گیرد، صدا بلند باید کند داور. داور هم کمی در هیجان است، میداند که این قسمت مشکل است داوری کردن. سفر براتوف خب وقت به انجام رسد. همین طریق تیمور رحیموف را غالب و سعیدجلال سعیدов از قسمت نوبتی محروم می شود. یا شکر یا کامرانشاه استوپیریون، این جفته که رقیب نوبتی تیمور رحیموف خواهد گشت. حالا بیاید حالت تکرار را از جانب کارگردان فیروز بختی بگفت معذور شما گردانیم. لحظه حساس، فرصت‌های خیلی مشکل‌تر برای سعیدجلال پس سر گردیدند. آگاهی بعداً به تنبیه تبدیل یافت و در نهایت سعیدجلال در